امروز قراره در رابطه با بیخوابی و عواملی که در ایجاد بیخوابی نقش دارن صحبت کنم. بدون شک یکی از نیازهای مهم و اساسی انسان خوابه که اگه مختل بشه باعث میشه که عملکرد زندگی فرد تحت تاثیر قرار بگیره. بیخوابی باعث کاهش سطح انرژی میشه، باعث ایجاد افسردگی میشه، باعث میشه که فرد از نظر خلق و خوب به هم بریزه، عدم تمرکز میاره و باعث میشه که در انجام و کارها، فعالیت‌های روزمره‌اش دچار یک سری اشتباهات بشه، اشتباهاتی که قبلا نداشته و میبینه این اشتباهات هی داره بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. رایج‌ترین مشکلات بیخوابی میتونم بگم که سخت به خواب رفتن، یعنی فرد برای اینکه بخوابه ممکنه ساعت‌ها این پهلو اون پهلو بشه که بخواد بخوابه، یا اینکه میخوابه اما خیلی زود از خواب بیدار میشه، یا نه از خواب بیدار شده اما برای اینکه دوباره به خواب بره دچار مشکل میشه، و یا اینکه چون کیفیت خوبی نداشته خوابش، وقتی که بیدار میشه همچنان در طول روز احساس خستگی و احساس نیاز به خواب پیدا میکنه، خواب آلوده. یک چرخه سیکل مفید خواب برای یک فرد بزرگسال بین 7 تا 8 ساعته که اگه کمتر از این باشه ممکنه فرد احساس خستگی کنه یا احساس نیاز به خواب داشته باشه. خود بیخوابی به 2 دسته تقسیم میشه، یا حاده یا مزمنه. اگه حاد باشه بین چند روز یا چند هفته ادامه پیدا میکنه. اگه مزمن باشه بین 1 ماه تا چند ماه ممکنه ادامه پیدا کنه و خیلی از عوامل هم در ایجاد بیخوابی نقش دارن، مثل بیماری های جسمی مثل دیابت، بیماری‌های قلبی، آسم، یبوست، سرطان، سندروم خستگی مزمن، سندروم پای بیقرار، شب ادراری و خیلی از عوامل دیگه که زمینه‌ساز ایجاد بیخوابی میشن، یا عوارض دارویی، ترک مصرف مواد مخدر، کمبود یه سری ویتامین ها مثل ویتامین های B، C، E و D که اگر که بدن اینا رو کم داشته باشه فرد ممکنه دچار بیخوابی بشه. مصرف کافئین یا تغییرات هورمونی که خانم ها دچارش میشن و حملات پنیک، همه اینها ممکنه در ایجاد بیخوابی نقش داشته باشن. بعضی وقتا سفر رفتن، جابجایی مکانی، تغییرات آب و هوایی باعث ایجاد میشه که فرد خواب خوبی نداشته باشه، دچار بیخوابی بشه. گاهی اوقات هم این که فرد بهداشت خوابش رو رعایت نمیکنه، یعنی وقتی که وارد رخت خوابش میشه توی رخت خواب شروع میکنه غذا خوردن، فیلم دیدن، بازی کردن، با گوشیور رفتن یا غذاهای سنگین خوردن. همه اینها در ایجاد بیخوابی نقش دارن. حتی افرادی که شغلی دارن که شغلشون شیفت در گردشه، مثل صبحکار، عصرکار، شبکار هستن، ممکنه اونها هم کیفیت خواب خوبی نداشته باشن. یا والدینی که فرزند کوچیک دارن که شب اجازه نمیده استراحت کنن، اینها هم باعث میشه که خواب خوبی نداشته باشن و در عملکرد کاری، تحصیلی و زندگی اونها مشکل ایجاد بشه. پس خواب یکی از نیازهای اساسی و مهم انسانه که اگر بتونیم اونو تنظیم کنیم و یک خواب مفید و کاملی داشته باشیم میتونیم عملکرد بهتری داشته باشیم و بازدهی بهتری در طی روز داشته باشیم.